سلام رفقا، من آتشم، یه دختر 20 ساله از تهران که تصمیم گرفته زندگیشو از صفر شروع کنه. وقتی میگم صفر منظورم واقعا صفره. الان در حال حاضر من نه مدرکی دارم، نه پولی دارم و نه حتی سطح زبان قوی دارم که بخوام به اهدافم برسم، ولی خب به جاش امید دارم، یه دل بزرگ از آرزو دارم و پشتکار و انگیزه خیلی زیاد. توی این چنل من قرار نیست که فقط بیام از پیشرفتم بذارم، از اینکه آره خیلی همه چی اوضاع خوبه، من از اینجا به اونجا رسیدم و دیگه آدم ندونه پشت صحنه کار چیه. نه اینجا قرار از 0 تا 100 ماجرا برای شما گفته بشه. اینکه چجوری قراره از پس اون سختی‌ها بر بیام، اینکه اگه زمین خوردم چجوری بلند میشم، وقتی که به خودم شک میکنم، وقتی که دیگه ندارم ادامه میدم و خیلی ناامیدم، همه اینا قراره با شما به اشتراک گذاشته بشه و میفهمید که اینجا فیلمی در کار نیست، همه زندگی واقعیه. میرسیم بحث سر این که هدف من چیه. در حال حاضر بزرگترین هدف من مهاجرت از تهران به ونکوور کاناداست و خب قبل از اینکه به این هدف برسم باید چند تا کاری انجام بدم. مثلا نمونهش اینه که دیپلممو تکمیل کنم که هنوز تکمیل نیست، مدرک زبانم قوی کنم زبانم قوی کنم و مهارت پیدا کنم و خلاصه زندگیمو بسازم دیگه. بالاخره باید یه چیزی اینجا داشته باشم که وقتی میرم اونور بتونم از پس هزینه‌های خودم بر بیام. و توی این مسیر شاید صدای من الهام بخشی برای تو باشه که ادامه بدی و اگر حس میکنی تنهایی و گم شدی حداقل یه کوچولو برای تو امیدوار کننده باشه و نذاره که توی حس بدی که داری غرق بشی. اگه تا اینجا ویدیو هم کنجکاو شدی دوست داری بدونی بقیه داستان چی میشه و در آینده هم با من در کنار من باشی، پس باید بگم که خوش اومدی و بزن بریم که این تازه شروعشه.